خب اگر رژیمی که میگه من کنترل کردم، خب کنترل کردن یعنی وقتی ما خب شما مثلا در نروژ زندگی می‌کنید، من در سوئد زندگی می‌کنم، وقتی می‌بینیم دولت کنترل داره، دولت دیگه ترسی نداره. کنترل زمانی هستش که آدم از همدیگه نترسد. وقتی که آدم از همدیگه میترسد یعنی کنترل نداره. دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه کنترلی نداره، بلکه فقط از ابزارهای سرکوب و کشتار و بستن و زندانی کردن استفاده میکنه. این که کنترل نیست. کنترل زمانی هستش که مردم راحت بتونن حرفشون بزنن، مردم راحت بتونن اعتراض خودشونو بکنن و دولت رو از خودشون بدونن. وقتی که مردم دولت رو از خودشون ندونن، اون دولت بر مردم کنترل نداره و مردم هم بر دولت کنترل ندارن و در همچون زمانی در یک جایی، در یک مکانی بار دیگر این دوتا با هم دیگه برخورد میکنن و مسلما مردم دفعه دیگر خب میبینیم که تظاهرات ها گسترده تر میشه، قوی تر میشه، و در مقابل خودشون به زمین میندازن. جناب آقای بولادی، بررسی تاریخچه مبارزاتی ایران به خصوص در دوران سیاه حکومت رژیم جمهوری اسلامی ایران فراز نشیب‌های زیادی داشته، گاه به صورت آشکار، گاه به صورت پنهان. این روند مبارزه راه خودش رو تا به امروز ادامه داده، اما یکی از سیاه‌ترین دهه‌های عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران رو میشه به دهه 60 اشاره کرد. خفقان، سرکوب، کشتار زندانیان سیاسی که بر همگان که پرونده حقوقیشون و پرونده شکایت هاشون هنوز تا به امروز مفتوحه. بعد از این اعتراضات سید علی خامنه‌ای رهبر دینی جمهوری اسلامی ایران به کمیته های انقلاب اشاره کرد که از تجربه اوایل انقلاب و کمیته های انقلاب باید استفاده کرد. یعنی در واقع ملت رو و خلق مبارزه‌ای که در خیابون‌ها جونشون کف دستشون گذاشتن رو با کمیته هایی که در اوایل انقلاب بودن تهدید کرد. آیا به نظر شما ما شاهد دهه 60 دیگری خواهیم بود؟ و در ادامه سوال اینه که آیا ایران برای جمهوری اسلامی ایران برای بقای خودش مجبور به ایجاد دهه 60 دیگری هستش یا خیر؟ ببین، دولت جمهوری اسلامی خود برای موندن خود هر دست به هر کاری میزنه. دهه 60 یک شرایط مخصوصی بود. اون موقع به هر حال هر چی آدم بگه بخشی از جامعه توهمی داشتن نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگری که کسایی که در واقع فکر میکردن انقلاب رو شروع کردن و انقلاب ناتمام به دست خمینی افتاده میخواستن ادامه بدن و در واقع به اون چیزی اونا میخواستن برسن. سازمانهای چپ، مجاهدین و یا بخشن یک مسلمان خب ملیت ها مثل کرد و آذربایجان و ترکمنان و اهواز و بلوچستان و یا لورها خب اون موقع هم توهمی به این دولت نداشتن، حالا هم ندارن. اون موقع مبارزات اونا در این قسمت بود، ولی امروز نه، اون طرفداری از رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش و اون توهم هستش. اون موقع مردم زمان شاه رو بیاد داشتن، اون رو نمیخواستن، میدونستن که چیز خوبی نیست، فکر میکردن این دولت جمهوری اسلامی ایران یک چیز بهتری میتونه برای اونا باشه بر اساس قول و قرارهایی که آقای خمینی داده بود. ولی حالا اینو دیدن که این جمهوری اسلامی ایران از زمان شاه هم بدتره. به همین دلیل خیلی نمی‌بینید که طرفدار رضا شاه هستن، چون رضا شاه خب عامل آمدن خمینی خود رضا شاه و محمد رضا شاه هستن. میگن رضا شاه روحت شاه، یعنی اون میگن که رضا شاه خب آدم خوبی هم نبود ولی عدل از خمینی و خامنه‌ای بهتر بود، آدم به اصطلاح به این شکل ظلم نمی‌کرد. مردم دیگر حالا رژیم جمهوری اسلامی ایران رو تجربه کردن. اون موقع که این دولت میتونست بسیج داشته باشه، کمیته رو داشته باشه، صفای طولانی رو بفرسته به جنگ، این قدرت و اون قدرت بسیج و اون طرفداران خودش از دست داده. امروز کسانی که در شهرهای خارج در بیرون میان، اینا کسایی بودن که حالا امروز در جامعه ایران مثلا این آقای اصلاح طلبان خودشون طرفدار و مدافع جامعه متوسط ایران طبقه متوسط میدونن که امروز یکی از اینا گفته بود که اینایی که حالا بیرون اومدن در حاشیه شهرها بودن، از مردم فقیرتر بودن و اینا طرفداران اصولگرا هستن، اینا بر اساس اون مسجد و آخوند رای میدادن، حالا اینا مثلا اصولگران نیروهاشون از دست دادن. باز رژیم میخواد یه بازی دیگری انجام بده، مثلا اصلاح طلبها رو بیاره که مثلا بخواد خودشو باز دیگر نجات بده. ولی اصل موضوع اینه که نه دیگه طبقه متوسطی برای این دولت مونده
چون طبقه متوسط هم در واقع طبقه فقیر شده، اونایی که پولدار و طبقه بالا مثل خود خامنه‌ای یا مثل خود همین اصلاح طلبان نشدن، بقیه همه فقیرتر شدن از اون زمانی که دهه 60 بود یا قبل از این که در اون دوران شاه. این مردم این تجربه رو کردن و به هیچ وجه دیگه دهه 60 و خامنه‌ای نمیتونه در ایران به وجود بیاره، نه اون امکانات رو داره نه اون طرفداری رو داره و مردم هم دیگر خواستار ماندن این رژیم نیستن. دیگر مردم اون کمیته ها رو تشکیل میدن، ولی این کمیته ها رو تشکیل میدن تا در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران، خامنه‌ای، روحانی و سپاه پاسداران، چه اصولگرایش چه به اصطلاح اصلاح طلبش، در مقابل اونا با اونا مقابله بکنن. جناب آقای بولادی، البته من یک نکته رو میخواستم اشاره کنم که حکومت‌های مرکزگرا به خصوص حرکت‌های مرکزگرا همیشه سعی در سوار شدن بر موج انقلابی مردم به خصوص در مناطق غیر فارس در ایران به صورت تاریخی بودن. حالا شاید رضا شاه برای خدماتی رو برای مناطق فارس چین کرده، اما برای ماهیت شاه و شیخ برای ملل غیر فارس به نظر من هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا چه بخواد آذربایجان باشه، چه بخواد کردستان باشه، چه بخواد اهواز باشه یا بلوچستان. اما چون مورد بحث ما رژیم جمهوری اسلامی ایران هست، رژیم جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی که الان زیر تحریم هستش، با فشارهای اقتصادی خیلی شدیدی روبرو هستش، توانایی اداره مملکت رو نداره، کاسه مملکت تقریبا میشه گفت خالی شده و کاسه صبر مردم نیز خالی شده. با در نظر گرفتن تمام شرایط سختی و وضعیت اعتراضی به انقلابی که در درون ایران هستش، آیا امیدی به ادامه حیات این رژیم هستش؟ این به نظر من خب از همون ابتدا هم دولت جمهوری اسلامی ایران میدونست که ادامه حیاتش خیلی غیر ممکنه و مشکله. به همین دلیل از همون ابتدا به کشتار روی آورد تا به این که با مردم یا با مخالفان به هر شکلی گفتگو بکنه. و همونطور که شما گفتین مسلما مثلا در زمان رضا شاه وقتی که اومد، بزرگترین سرکوب‌ها رو در مناطق مثل آذربایجان، کردستان، اهواز، بلوچستان، منطقه ترکمن و منطقه لور انجام داد که اینا تا آخر رژیم شاه هم ادامه پیدا کرد. ما میدونیم که همه این مردم این بخشا میخواستن که به یک شکلی حاکمیت خودشون حفظ بکنن که متاسفانه با توجه به سازماندهی که از تهران شد و همکاری و همیاری که از طرف دولت‌های خارجی هم مانند انگلیس شد، همه این ملت‌ها و خواسته‌های حقوقی اونها سرکوب شدن. ولی امروز دیگر این رژیم میدونه و حتی به نظر من همین که مردم اصفهان و مردم اهواز همزمان بیرون اومدن، مردم تهران، مردم تبریز، مردم سنندج و زاهدان همزمان بیرون اومدن، این مردم دیگه متوجه شدن که شاید خواستهای متفاوتی دارن، حقوقهای متفاوتی میخوان، با جغرافیای سیاسی متفاوتی میخوان، با ساختار سیاسی متفاوتی میخوان، ولی همه میدونن که این شرایطی نیست که بخوان ادامه بدن. این موضوع به نظر من خیلی رژیم هم اینو فهمیده. گروه‌های اپوزیسیون، برخی اونایی که مثلا موضوعشون فقط یک چیز شده که تمامیت ارض ایران به جای حقوق مردم، اونا هم ترسیدن. اصل موضوع اینه که مردم چه فارس باشن چه ترک باشن همه به یک نتیجه رسیدن که ما از این رژیم میریم بیرون و میخوایم بعداً مثلا مردم بر اساس خواستهای خودشون، بر اساس حقوق خودشون، خواستهای خودشون رو مطرح بکنن، آن چیزی که میخوان راه خودشون رو پیدا بکنن. به زمان اینو این دولت جمهوری اسلامی ایران هم متوجه شده. به همین دلیل خاتمی از خامنه‌ای تشکر میکنه که اینا رو سرکوب کرده و بعد حالا مثلا اصلاح طلبان بیرون اومدن که میخوان باز در انتخابات برای خودشون مثلا یه تبلیغاتی رو انجام بدن دنیا یا به مردم نشون بدن یک تعدادی از مردم تا هنوز طرفدارشون هستن. ولی این بار به نظر من مردم آگاهانه تر نسبت به سالهای قبل، نسبت به همین انتخابات های ایران هم رفتار میکنن و احتمال هم داره این انتخابات ها برای رژیم هم یه ضرر باشه تا فایده باشه. بسیار تشکر میکنیم از شما جناب آقای ناصر بولادی، سخنگوی حزب مردم بلوچستان. خیلی دلمون میخواست که بیشتر راجع به این موضوع بپردازیم، اما به دلیل ضیق وقت ما برنامه‌مون تقریبا رو به اتمامه. در حسن ختام برنامه اگر نقطه نظری فکری هستش بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
با تشکر و عرض سلام به شما. و خب ما هممون موضوعمون همینه، کسایی که خب کشته شدن، با مردمی که کشته شدن، خانواده‌های اونها همدردی بکنیم، کسایی که زخمی شدن مشکلاتشون کمتر بشه، با اونایی که زندان هستن آزاد بشن. و به خصوص از اینجا خب مثلا مولوی کوهی رو که رژیم برده و به شکلی رو بوده و همین موضوع هم باید اگه وقت هست اینو فقط بگم که این اولین دفعه نیست که افراد سرشناس بلوچ به دلایل متفاوتی به مشهد یا تهران یا قزوین یا شهرهایی که در مثلا به ایران برده میشن، ولی متاسفانه در اونجا به شکلی اونا نگه داشته میشن و متاسفانه این در واقع سیاست کلی دولت‌های مرکزی ایران از سالیان سال نسبت به مردم بلوچستان بوده، به خصوص از زمان رضا شاه پهلوی که بلوچستان به صورت ضمیمه ایران شده تا به امروز. چندین دفعه این اتفاق افتاده که رهبران بلوچ برده شدن به مناطق دیگر ایران و در اونجا متاسفانه برنگشتن. ما به امید این هستیم که آقای کوهی به خانواده و پیش مردم خودش باز برگردن. با تشکر. بسیار تشکر میکنیم از شما جناب آقای ناصر بولاده‌ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان از Sued که با ما همrah budid. Aziz tamaşaçılar, dəyərli dostlar, bugünkü proqramımız burada başa çatır. Hər bir fikriniz, hər bir önəriniz, hər bir intiqadınız vardır. Saf TV'nin mətbuat mərkəzi və sosial mediada eləyə bilərsiniz ki, saftv.tv və ya Saf TV'nin Facebook, Telegram, Instagram və sair sosial medyada olan səhifələrindən yazasınız və fikirlərinizi bizlə paylaşasınız. Gələn görüşlərə qədər hamınızı gözəl Allaha tapşırırıq. Sağ olun, sağ yaşayın.